خسروی گلچاپی. این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندی است با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های ذوالأکتاف پهن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها طناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستاده‌ام با باری ز فریادهای خفته و خونین؟ ای سرزمین من، من در کجای جهان ایستاده‌ام؟ انما الحیات و عقیدة الجهاد. سخنم را با گفته ای از مولا حسین، شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم. از اسلام سخنم را آغاز کردم. اسلام حقیقی در ایران همواره دین خود را به جنبش‌های رهایی بخش ایران پرداخته است. سید عبدالله بیبهانی ها، شیخ محمد خیابانی ها نمودار صادق این جنبش ها هستند و امروز نیز اسلام حقیقی دین خود را به جنبش های آزادی بخش ملی ایران ادا می کند و مولا علی می گوید قصری برپا نمی شود مگر آنکه هزاران نفر فقیر گردند. نزدیکی های بسیاری وجود دارد و نیز از سلمان پارسی ها و اباذر غفاری ها. زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه، قشون، حکومت، قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلقها تکرار کردند و میکنند راه مولا حسین است. بدین گونه است که در یک جامعه مارکسیستی اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما نیز چنین اسلامی را، اسلام حسینی و اسلام مولا علی را تایید میکنیم. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم. تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم. بعد مرا به زندان دیگری منتقل می کنند. آنگاه 7 ماه بعد دوباره تحت بازجویی قرار می گیرم که توطئه کردم. 2 سال پیش حرف زدم و اینک به عنوان توطئه‌گر در این دادگاه محاکمه می شوم. اتهام سیاسی در ایران این است. زندانهای ایران پر است از جوانان
و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می شوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه های شما آنان را محکوم به زندان می کند. آنان وقتی که به زندان می روند و باز می گردند دیگر کتاب را کنار می گذارند، مسلسل دست می گیرند. باید به دنبال علل اساسی گشت. معلول ها فقط ما را وادار به گلایه می کند. چه این که آنچه که ما در اطراف خود می بینیم تنها گلایه است. در ایران انسان را به خاطر داشتن و فکر و اندیشیدن محاکمه می کنند. چنان که گفتم من از خلقم جدا نیستم، ولی نمونه صادق آن هستم. این نوع برخورد با یک جوان، کسی که اندیشه می کند، یادآور انگیزیسیون و تفتیش عقاید قرون وسطایی است. یک سازمان عریض بوروکراسی تحت عنوان فرهنگ هنر وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است که به نام اداره نگارش خوانده می شود. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست و بدین گونه است که فرهنگ مومیایی شده که خواسته از روابط تولیدی بورژوازی کمپرادور در ایران است در جامعه مستقر گردیده است و کتاب و اندیشه مترقی و پویا را با سانسور شدید خود خفه می کند. ولی آیا با تمام این اعمالی که صورت می گیرد، تمام این خفقان، می توان جلوی اندیشه را گرفت؟ آیا در تاریخ شما چنین نموداری دارید؟ خلق قهرمان ویتنام نمودار صادق آن است، چرا که واضح است آنچه که باید به خلقهای ایران تحمیل گردد همانا فرهنگ سوغاتی امپریالیسم آمریکا که در دستگاه حاکمه ایران بسته بندی می شود می باشد. توطئه های امپریالیسم هر روزی به گونه‌ای ظاهر می شود. اگر شما در زمانی که نیروهای آزادی بخش الجزایر مبارزه می کردند آن زمان را در نظر بگیرید، خلق الجزایر با دشمن خود رو در رو بود. یعنی سرباز، افسر و گشتی های فرانسوی را می دید و می دانست دشمن این است. ولی در کشورهای نظیر ایران دشمن مرئی نیست، بلکه فی المثل در لباس احمد آقای آژان دشمن را فرو می کنند که خلق ندارد دشمنش کیست. در اینجا آقای دادستان اشاره‌ای به رفرم اصلاحات ارضی کردند و دهقانها و خانها که ما می‌خواهیم بیاییم و به جای دهقانها بار دیگر خانها را بگذاریم. این یک اصل بدیهی و بسیار ساده تکامل اجتماعی است که نظام‌ها غیر قابل برگشتند. یعنی هنگامی که بردهداری دورانش تمام می شود، هنگامی که فئودالیسم به سر می رسد، نظام بورژوازی در می رسد. اصلاحات ارضی در ایران
تنها کاری که کرده راهگشایی برای مصرفی کردن جامعه و آب کردن اضافه تولید بنجل امپریالیسمه. در گذشته اگر دهقان تنها با خان طرف بود، حالا با چند خان طرفه. شرکت‌های زراعی، شرکت‌های تعاونی. آقای رئیس دادگاه، کدام شرافتمند است که در گوشه و کنار تهران مثل نظام آباد، مثل پل امامزاده معصوم، مثل میدان شوش، مثل دروازه‌غار برود با کسانی که یک دستمال زیر سر دارند صحبت کند و بپرسد شما از کجا آمده اید، چی میکنید؟ میگویند ما فرار کرده ایم. میگویند ما فرار کرده ایم. از چه؟ از قرضی که داشته ایم، نمیتوانستیم بپردازیم. اصلاحات ارضی درست است که قشر خرد مالک را به وجود آورده، ولی در سیر حرکت طبقات این ماندنی نیست. خرد مالکی که به ماموران دولتی میسازد نزدیکتر است، ثروتمندتر است، آرام آرام خرد مالک های دیگر را میخورد. در نتیجه ما نمیتوانیم بگوییم که فئودالیسم در ایران از بین رفته. درست شیوه تولیدی دگرگون شده مقداری، ولی از بین نرفته. مگر همون فئودال ها نیستن که الان دارن به ما حکومت میکنن؟ همون فئودال های سابق هستن. حالا برای امپریالیسم دلالی میکنن، بورژوا کمپرادور. شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی که بیشتر به خاطر میلیتاریزه کردن ایران به کار گرفته شده، شما خواهش میکنم تا خودتون دفاع بکنید. تا کت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم قربان. شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید. به عنوان آخرین دفاع اختیار شد که مطالبی در اون که به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمایید. من به نفع خودم هیچی ندارم بگم. من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم و میشه. من از این دادگاه که آقایان ژورنالیست های خارجی حضور دارند اعلام میکنم که علیه این پرونده و علیه رأی صادره از دادگاه عادی به تمام مراجع و کمیته های حقوقی و قضایی جهان اعلام جرم میکنم. و این مسئله است که به واقع باید بدان توجه شود. دادگاه نظامی عادی حتی این زحمت را به خودش نداده که پرونده را بخواند.